شایعه کردن که شاهزاده در پاریس بوده یا نمیدونم کجا، ایشون سکته کرده، یا نگفتن سکته مغزی نداره، قلبی ممکنه باشه یا سکته بیضه‌ای، زچ دهنم در میاد به این مرتبه بگم، و بردنش بیمارستان. دخترش گفته. میدونید چقدر از اسرائیل، شهرهای اسرائیل ویران شده؟ در تاریخ تشکیل اسرائیل چنین خسارتی به اسرائیل نخورده. اما یه پاسخ خیلی جالب نتانیاهو داد. بارها نتانیاهو اومد تشویق کرد که مردم بذار تو خیابون. شازده و اعوان انصارش از طرف دیگه و یه سری هم که دنبال دون اینا هستن، گوسفندان آغل سلطنتی هستن، گوسفندان. نتانیاهو اگر مطمئن بودیم رژیم ایران چند روزه سقوط میکند، حملات را ادامه میدادیم. تنها هنر شما این بود که سر نتانیاهو رو کلا گذاشتید. شما گوسفندا رو آخوندا بلدن باتون چگونه رفتار کنن و اینکه گوسفندید، گوسفند آغل همایونی هستید. بعد برای اینکه این مسئله رو حالا تبلیغاتش کنن اینا، آقا 16 رو نشون میده و خودش توی سوراخ بوده، از خجالتش، از شرمش. حتی شایعه کردم که شاهزاده در پاریس بوده یا نمیدونم کجا، مادود اینجا چند روز میشه، ایشون سکته کرده، یا نگفتن سکته مغزی نداره، قلبی ممکنه باشه یا سکته بیضه‌ای، زچ دهنم در میاد به این مرتبه بگم، و بردنش بیمارستان. دخترش گفته. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و له شد. خب شما اطلاعات غلط دادید به نتانیاهو و اینا رو میشناسید. بعد چوری کینه تو زنینا. اگر اتفاقی براتون افتاد متوجه باشید که از کجا میخورید. میزننتون. همینا. اون زنت هم که توی توییترش ایکس نوشته بود بزن بیبی ده بزن، با اون خطش که میذاشت تو آفتاب راه میرفت. میدونم مثلا شما دنبال چی هستید؟ خب این داره میگه که آقا اگر شدنی بود ما ادامه میدادیم. چرا اطلاعات دروغ دادی به اسرائیل؟ من جای نتانیاهو باشم میگم احضارت میکنم با پس گردنی و تیپا از تو اون آشپزخونه دفترش برده بود، میبرم اونجا با پس گردنی میذارم میندازم یه تیپا هم بهت میذارم. مثلا اون حکایت این شد که اون یارو چی لوی رفت اون 4 5 تا خالصوسکه و دختره برومند آورد اینجا برد تو کاخ الیزه. ما یه ماه دیگه تمومه. یه ماه بعد الیزه زنگ زد از طرف رئیس جمهور، خانم چی شو قرار بود رژیم ایران سرنگون بشه؟ بابا به اون نخست وزیرتون بگید کلا سرش گذاشتن، سکه یه پولش کردن، کلا سرش گذاشتید. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد چنین انقلابی باید از داخل شکل بگیرد. داخل هم که برای حرف شما تشییع ارزش قائل نشده. بعد میگن 80% ایرانی‌ها 16 رو میخوان. نه آقا نمیخوان. میخوای من بگم چیه جریان؟ 80% ایرانی‌ها با 80% هم که اغراق، چون ما اول نداریم، دلشون برای این میسوزه، احساس ترحم میکنن نسبت به. تا حالا کسی بهتون گفته بود؟ و آخرین بار طی 12 روز جنگ دست کم 823 شهروند در ایران با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدن. خب اینا رو به دام کی افتادن؟ اینا به دام اپوزیسیونی که در خارج نشسته جای آسوده و راحت و داره تفریح خودش میکنه، خوشگذرونی خودش میکنه، یه پولی هم در دنبال اینه که پولی هم بگیره از این ور اون ور. تا میگرفتن این فاند بگیران، بودجه بگیران آمریکا و اروپا چه کسانی هستن؟ به اسم حقوق بشر و مبارزه و از این بسا. حالا آقای ترامپ اومد اما اول این مقدار جمع کرد اینا. خوب کاری کرد. ترامپ اینطوری بزنه تو دهن اینا خیلی خوبه. اصلا شده کاسبی. گفتم وقتی به اصول پایبند نیستید در تربیتتون، خانواده‌تون به این اصول پایبند نبودن دیگه. میهن دوستی، انسان دوستی، اینا رو یاد نگرفتید که. نمونهش دیدید. اون پروفسور با سوادش که وقتی ناراحت میشه که چرا کسی نیومد تو خیابون برای اینا اون رو بکشه، داره فوش میده به مردم تهران. یه حقتونه. آقا یه بار رفتی حمله کردی به این وسعت، خب مردم نمیخوان شما رو. مردم شما رو نمیخوان. قبولتون ندارن. به حرف شما بیرون نمیان. به حرف شما انقلاب نمیکنن. میخوای انقلاب کنی؟ شو برو تو ایران. هیام اینجا میگفت من آماده رفتن هستم. اومدی که چرا نرفتی؟ یه نفر دیدم نوشته آقا پول بلیط تمام میدیم. بلند شو برو. من همین الان حاضرم برای خودت و خانواده‌ات بلیط ایران بگیرم. همتون بلند شید فردا برید. برو. چرا نمیری؟ مثل اون یارو دعوا شده بود، میگفت دستمو نگیر. میزنم دستمو نگیر. واکش دستت نگرفتی که. برو. باید بری. اگر میخوای تاج برداری بذاری رو سرت، تاج افتاده وسط خیابونای ایران ها. هم خیابونای تهران طرفا این تاج پخش رو زمین. هر کی بره میتونه بذاره سرش. بورانشو برو دیگه. این همه پشتیبانی هوایی و زمینی و فضایی و بالا ماهواره‌های آمریکا هم در فضا داشتن از نظر مخابراتی و تحصیلات فراهم میکردن. خارج از جو هم شما کمک داشتی. اهورامزدا ایران زمین هم که با شما بود که حریف 4 تا آخوند نشدی. واقعا مفلوک هستید. واقعا آدمای مفلوکی هستید. نکنید آقا. خیانت نکنید. آدم که نمیره به مادرش خیانت کنه، بره یه جانوری بیاره بندازه جون مادرش که. ایران مادر ایرانیاست. بخش مهمی از اطلاعات و عملیات به وسیله مجاهدین انجام شد.
بخش مهم و اصلیش شما گفتم چند روز پیش، گفتم این سلطنت طالبان به من یک چیزی خبر داد، با اینا جرئت نمی‌کنن لای پردهشون رو باز کنن خیابون نگاه کنن، همه بزدلن مثل رهبرشون. اما مجاهدین این کارا رو کم میکنن. یکی از بار مهم این تخریب‌ها، ترورها و دادن اطلاعات مجاهدین بودن. ما همش این دهنا گشاد حرف مفت برای اینکه بگن همش ماییم، ولی خب مبلغ بودن دیگه. این آقا بود، زنش بود، دفترش بود. اصلا یارو اومد توی CNN گفتش که چیز دیگه، اسامی مشاورین آقا رو داد، گفت اینا به ما لیست میدادن. حس افسر اسرائیلی میگفت اینا لیست دادن، تماس که میگرفتن لیستای میدادن. مثلا لیست تا از جایی که اینا لیست دادن خیلی جالبه. چیزو بزنید، قبر امام رضا رو بزنید، شاه چراغ و حضرت معصومه در قم، اینجا رو بزنید، نمیدونم فلان امام جمعه رو بزنید. این حرف شماست ولی واقعا ننگه. اصلا آدم نمیتونه در فکرش اینو حلش کنه. اینقدر حمایت شما داشتی، در یه هفته آخر تو نمیدونی تو کجا رفتی، تاج سفارش دادی آماده‌ام پرواز کنم، آی دستمو نگیر پامو نگیر میخوام برم ایران، آی فیگارو نمیدونم لوموند همه تو این اروپا، آمریکا، رسانه‌های تلویزیونی و غیره. خب چی شد؟ این همین لس آنجلسیاتی که دارید این چی شد؟ یه پاسخ بده. تقصیر دیگران نه، تقصیر مردم ایران نندازید. به مردم چرا فحش میدید آقای کنگردو؟ این همه رادیو تلویزیون در اختیارتون بوده دیگه. هر جایی هم که در هر توالت باز میکنیم شما نشستین سخنرانی دارید میکنید. خب نمیخوان مردم، نخواستنتون، قبولتون ندارن. یه نفرم نیومد تو خیابون برای شما. برید خجالت بکشید. شما یه مش خائنید. همتون خائنید.